دستمون پره برای جنگیدن، شاید بتونیم چند سال همینجوری با همین نواخت بریزیم سر دشمن. درگیر شدن با دشمن، یعنی اگه بخواد کسی برآورد و ارزیابی بکنه، توانهای اصلی ما دست نخورده همینطور هستن، یعنی اصلا وارد درگیری نشدن. قدرت اصلی نیروهای مسلح ما توی نیروی زمینیه که خیلی حرفا برای زدن داره و قدس ما همینطور. نیروهای بسیج و قدرت بزرگ بسیج ما، همه نیروهای عظمت نیروهای ما هنوز خودشو آشکار نکرده، اصلا تو صحنه نیامده. ما با کمتر از 5% از قوامون درگیر شدیم با دشمن و قدرت خیلی بزرگی جمهوری اسلامی در دل خودش داره. تازه خب ارتش هست با اون عظمت و بزرگی و استحکام ساختارش و بنیه قوی که داره.